کسی مرا گفت که استاد خود شما هم ملا هستین، ما هم ملا هستیم، ما رو چرا مردم چیزی نمیگن؟ ما وارث پیغمبر هستیم، شما هم وارث هستین. ما گفتیم یک فرق ما و شما داریم، چی هست؟ ما گفتیم شما وارث پیش از 40 سالگیش هستین، ما وارث بعد از 40 سالگیش هستین. پیش از 40 سالگی بر از ما خوب لقب داده بود، برای شما خوب لقب میدن. پیغمبر اصلا تا که 40 ساله بود قرار میرفت اونجا مردم بود پرستی میکرد، اونجا مردم هر چی میگن رسول اکرم صلی الله چیز نمیگفت. وقتی که چیز نمیگفت کلگی میگفت طیب است، خوب آدم است، پاک است، همه چیزا رو میگفت. وقتی که روزی که برش وحی آمد 40 ساله شد، وقتی که خیز در مقابل از ساج یا ایها الناس قولوا لا اله نیست الهی بطاره بشکنن، یک دفعه کلگی خیزن که علی کی جادوگر است، که علی ساحر است، که الف کذاب است، که الف فلان است، 200 لقب را دادن. وقتی شما هم که هستین وقتی که در عروسی میرین اونجا دول چالان است، در اتاق دیگه قطبازی هست، در اونجا صاحب دخترم میرقصانن، در اونجا صاحب فلانی یا این قرار میشه شش تا تسبیح خدا انداخت که مال خودم هم از خودم، مال مردم هم از خودم، مال خودم هم از خودم، مال مردم هم از خودم. بیارین همون کاغذ که بسته کنیم که چند در بیارین پیسرم پاکتش چندی باشه 500 3000 خلاص بیارین برای از یک 3 4 خوراک دیگه میذارن، برای از زیاد برین، برای یک دو تا قاب گوشت دیگه برین که خوب مصروف شوه. سر هیچ کس چیز نمیگه چقدر خوب آدمه. واسه دیگه میخواین که با خوب و بد خلق جهان کار سر خود مردم دیگه دولچی چیز نگو، دولچی خب تو خوب خوب نمیستی هنوز که آ ماشاءالله باور بگو یک روز دیگه کشیم یک مولوی که کل چیز است والله امیر شبخان چقدر هنرمند توصیف از رو میکنه اینا خود دیگه زن میگه شبخان میرم پیشمک آمد مدش میبیسی حالا چک هستی بسیار لندغر هستی، اگه بگوید تو چک هستی خفه میشی، اگه بگوید لندغر هستی خفه میشی، اگه بگوید معاشت حرام است خفه میشی، اگر بگویم تمام برنامه‌ات فاسقانه هست خفه میشی، اگه بگویم رئیس تو هم کتت خود در دوزخ روان میشه باز خفه میشی. چیز نمیگم متأسفانه خاطر چی بود ما چیز نمیگیم دیگه اینا خودی حال که مردم در هر چیزش تایید کردیم میگم والا بسیار خوبه. اما اگه بر خائن گفتی خائن هستی، برای جاسوس گفتی که ان شاء الله در غضب خدا گرفتاره. 50 سال بعد تو هم زیر خاک هستی ما هم هستم، 50 سال بعد رویه که تو سیاست دلت تکت خود سورش میده. برای جاسوس بگی تو در غضب خدا گرفتار هستی و لعنت خدا سرت نازل است، در خانه خدا میایی به هدف غلط میایی، الله در روز قیامت را محاسبه میکنه. این خبر شمیم